أمي حياتي وجنتي، انتي عيوني وبسمتي، حبك شعاع. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت سفر طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه ترازوی عمل، امروز باز در برنامه ترازوی عمل با هم هستیم و آیدی مهمترین مسئله های زندگی و این چنین مسئله های اجتماعی با هم صحبت میکنیم. موضوعی که امروز برای شما عزیزان انتخاب کردم این آیدی اعتماد کردن و یا خود باوری کردن و از همه مهمش شخصانی که نباید به آنها ما اعتماد کنیم و شخصانی که نباید در لیست نفرانی با اعتماد ما باشند که ما برای آنها بگوییم که یک روز می شود که دست ما رو بگیرند و درباره چی شخصانی که اصلا لایق اعتماد نیستند و چی شخصانی که ما بارها اعتماد کردیم ولی از پشت ما خنجر زدن صحبت میکنیم. چطوره که در زندگی یکایک شما تجربهش کردید برای یک نفر رو همچون نفری با اعتماد قبول کردن و یک نفر رو به باوری خود داخل کردن سالها میگذرد. از این لحاظ است که اولین شده ما به پدر و مادر خود اعتماد میکنیم و زیادی به خواهر و برادر خود اعتماد میکنیم و هر نفرانی که در اطراف ما هستند و ما سالها میشناسیمشان برای اون که کاشتن درخت باوری و یا بنا کردن قصر باوری و اعتماد آسان نیست، برایش سالها می رود. ولی سخترش این است که اون اعتمادی که ما به یک نفر پیدا کردیم و حاصل کردیم و سالها برای این کوشش کردیم در یک لحظه خیانت می شود از دست داد و چی بسا نفرانی هستند که به یک شخص اعتماد کردند و حتی تمام تجارت خود را از لحاظ باوری با او بنا کردند و اینچنین حتی نفرانی که تمام سر و اسرار خود را به یک نفر باور کردند و گفتند و حتی نفرانی هم هستند که خانه خود را، همسر و فرزند خود را به یک نفر امانت دادن از اینکه اعتماد میکردند ولی چون نفری که اعتماد میکردند خائن برآمد در یک لحظه تجارت های چند سال بالای آن کوشش کرده خود را از دست دادند و حتی نفرانی هستند که به یک نفری حتی همسر خود اعتماد کردند و اسرار خود را گفتند ولی اون طرف خائن برآمد و دیگر تمام آبروی این نفر را برد و حتی عائله های هم کم نیستند که محض به خاطر نفرانی که خائن هستند و در اطرافشان هستند و نمیدانستند پاش خوردند و مردهای کم نیستند که میگویند به خاطر دوستی نزدیکم من زنم را طلاق دادم و خواهرکای زیادی هم هستند که میگویند به خاطر دوگانه نزدیکم و یا حتی خویش و تبارم من همسر خود را از دست دادم. پس اینجا مسئله اعتماد کردن و مسئله در این مسئله پیش بخوردن در اینجاست که مایان به اطرافیان خود و به نزدیکان خود اعتماد میکنیم برای آنکه هرگز یک انسان عاقل قبول ندارد که به یک بیگانه باور کند و از اینش بدتر از این است که به یک نزدیک خود باور میکنیم، اعتماد میکنیم و وقتی از طرف او ما خیانت رو میبینیم دیگر دار و ندارمان را از دست میدهیم و
هر کسی که از یک بیگانه ضربه میخورد، لطمه میخورد، چیز دیگر است. ولیکن وقتی نزدیکترین نفر به تو پا میزند و یا اینکه نزدیکترین نفر از پشت می آید و به تو خنجر میزند، زخم آن را تمام عمر باید تحمل بکنی و درد آن هرگز از جسم جان تو نمی رود. برای همین چون مسئله اعتماد مسئله یک چیزی نیست که ما به بیگانگان اعتماد کردیم و دیگر پیش پا خوردیم، بلکه مسئله اعتماد مسئله هست که ما به اطرافیان خود اعتماد میکنیم و خیلی زیاد انا از آنها خیانت میبینیم و یا اینکه خیلی زیاد میشود که اعتماد کرده ما در آخر خسران میشود و یا اینکه ما میفهمیم که اعتمادی که ما کرده بودیم این اعتماد به از جهت دروغی بود یا اعتمادی بود که ما دیگر آن را خودمان ساخته ایم آن شخصیت را، در حالی که آن شخص قابل اعتماد نبوده است. پس چیکار کنیم که در مسئله اعتماد و باوری ما پیش پا نخوریم؟ چیکار کنیم که آن ضربه های روانی که انسان از همسر خود میبیند یا از برادر و خواهر خود میبیند، گاهی از فرزند خود، گاهی از پدر و مادر خود حتی میبیند، دیگر تمام عمر فراموش کرده نمیتواند. و عجیبش این است که انسان های هم هستند که به خاطر اینکه به کسی اعتماد کردند یا به کسی باوری کردند و از اون طرف آنها خیانت دیدن، تمام عمر به یگان کس باوری کرده نمیتوانند. البته قصه این گونه مردها هم زیاد است. مرد میگوید 3 بار زن گرفتم و هر 3 بار پیش پا خوردم، دیگر تمام عمر به یگان زن باور ندارم. هر باری که زن میگیرد همه کارش رو از آن زنش پنهان میکند. میگوید من که 3 بار پیش پا خوردم، دیگر به یگان زن حتی فرشته باشد یا زن با بال و پری فرشته به نزدم بیاید هم و گفته خودشان بخور هم دیگر باور نمیکنم. و البته اینجا نفرهای دیگری هم هستند که میگویند من به یگان مولا باور نمیکنم چون من فریب خوردم. یعنی بی تجربگی خود را بالای سر تمام زنها یا تمام مردم میریزند، در حالی که شما اگر اعتماد کردید و اعتماد شما خطا برآمد، این گناه دیگران نیست. اینجا باید اول خود را سرزنش کرد و باید خود را ملامت کرد که من تا چه اندازه ساده بودم که به این انسان اعتماد کردم. اما چیز دیگر هر چی باشد هم ما باید زندگی و حقیقت را چگونه که هست ببینیم. خود را با خیالهای خوش و با اینکه همه انسان ها خوب هستند و به همه می شود باور کرد و باوری هست که زندگی پیش می رود، باوری هست که زندگی لذت دارد، نباید با این خیال ها خود را خوش کرد. برای آنکه هر چی باشد هم انسان انسان است و در انسان یک چند و صافی است و یا اینکه در انسان یک چند خصلت های بدی هست و چگونه که بعضی از حکما میگویند و انسان ها اعتماد کن ولیکن به شیطان های انسان ها اعتماد نکن. یعنی تو بدون که هر یک انسان شیطان خود را دارد و هرگز نگو که این انسان هرگز خطا نمی کند و یا اینکه این انسان به من خیانت نمی کند. اگر به قرآن کریم نگاه کنیم، حتی الله میگوید بعض این من ازواجکم و اولادکم فتنه، بعضی از همسران شما و فرزندان شما فتنه هستند، در آیت دیگر دشمن شما هستند. یعنی اگرچه فرزندت هست از جگر و دل تو است یا اینکه اگرچه همسرت هست سالها با او زندگی میکنی، اما گاهی میشود که در دل او خود را زیادی دوست دارد یا اینکه او نقشه های دارد که آن نقشه ها بر ضرر تو است. برای همین هرگز گمان نکن که هر نفری که اطراف تو هست، همسرت باشد، فرزندت باشد، خواهر و برادرت باشد، هرگز به تو ضرر نمیرساند یا هرگز به تو خیانت نمیکند. نه، در این مسئله باید با تجربه بود. ایده هستند که به آنها سر خود را گفته می شود، آنها خیلی در این مسئله نفران با اعتماد هستند، اما در مسئله پولی و مالی با آنها نمی شود هرگز اعتماد کرد. برای آنکه پول به دستشان آمد دیگر انسانیت را فراموش میکنند. انسان های هستند که در مسئله داد و گرفت مالی خیلی مرد هستند، اما در مسئله سر و اسرار گفتن همان لحظه به دیگران سر تو را فاش میکنند. ایده هستند که به شهوت خود هرگز زور برآمده نمیتوانند. به آنها فرق نمیکند دختر دوست نزدیکشان، همسر دوست نزدیکشان، خواهر دوست نزدیکشان دیدن دیگر به هزار و یک راه میروند. برای همین در این مسئله انسان باید خیلی ذکی باشد، خیلی ذکاوت خود را به کار برد. آره، این گونه انسان های هم هستند که از همه لحاظ انسان های با اعتمادند که چی بسا کمند در این
ایامی که ما و شما زندگی میکنیم. امروز به گفته خودمون این چشم دیگر رو فریب میدهد، برادر خود رو فریب میدهد. علل خصوص یک زمان مادیات و ماده پرستی شده است که مردم به خاطر پول و چیز میتوانند هر لحظه هر یک نفر را بفروشند. پس بیایید برای اینکه در زندگی خودمان و اینچنین در زندگی فرزندانمان به این مشکلی دچار نشویم. و خیلی که گفتم خیلی زیاده هستند که به خاطر یک پیشپایی که خوردن، یک اشتباهی که در مسئله اعتماد کردن و باوری کردن تمام عمر گوشه نشین شدن، تمام عمر به کسی باور ندارن. زنهای زیادی هم هستن که میگوین من به یگان مرد باور ندارم، مردهای زیادی هم هستن که میگوین من به یگان زن باور ندارم، و نفرانی هم هستن که میگوین من به یگان دانشمند باور ندارم و امروز میگوین به یگان حکومتدار باور ندارم. چون زیاد خیانت دیدیم، زیاد باور کردیم، اما آنها باوری ما را زیر خواب بردن. و اینجا یک چند نفرانی هستند یا گفتیم شخصیت هایی هستند که هرگز قابل اعتماد نیستند. بیاید از آنها یک به یک صحبت کنیم. اولین نفرانی که نباید هرگز به آنها اعتماد کرد، نه در مسئله کمک های مادی، نه در مسئله اینکه آنها می توانند سر و اسرار ما را با خود برند به کسی فاش نکنند، یا در دیگر مسئله ها. یعنی نفرانی که قابل اعتماد نیستند، اینها نفرانی هستند که گفته اشان به کرده اشان یک خیل نیست. چیزی دیگر میگویند اما کار دیگر میکنند. و این گونه انسان ها در اطراف ما هستند. گاهی خواهر خودمون، برادر خودمون، گاهی همسر خودمون، گاهی پدر و مادر و یا دوست نزدیکمون، همکارمون که همراهش سالها کار میکنیم. میدانیم و باید در این وقت بصیرت داشته باشیم که نباید میدانیم و باز خود را به غفلت بزنیم، گیم نه من خطا میبینم. نه، وقتی میبینی باید این را دیگر به خود کاملا قبول کنی. انسان هایی هستند که همیشه میگویند اما از آنها کار دیگر میبینیم. همیشه میگویند دوستی نزدیک تو هستیم، یا میگویند من دیگر همیشه خونم با خونی تو هست، جانم با جانی تو هست، هر کجا هستی هستم، هر مشکلی داری من در برد. در وقت مشکلی گم میشود، غیب میزند. یا میگوید اگر مبلغ لازم است من در بر تو مثل کوه هستم، وقتی مبلغ لازم شد یک بار او هم قرضدار می شود. این گونه انسان ها زیاد هستند. وقتی میگوید به من مبلغ لازم است، از شما پیشتر آنها میگن وای که من قرضدار هستم. وقتی میگوید من به یک مشکلی دچار شدم باید با یک نفر صحبت کنیم، آنها بیمار می شوند. و یا اینکه نفران زیادی هم هستند که فهمیدن که شما مشکلی دارید، دیگر همیشه به شما مینالند تا اینکه شما مشکلیتان رو به آنها نگویید. یعنی گفته هایی که بود، عهد و پیمانی که بود، آن همه وعده هایی که میکردن، در وقت مصیبت به سر شما آمدن، یک و یک بار آن شخص با آن وعده هایش ناپدید می شود. برای همین میگویند ما مردها را با عمل هایشان میشناسیم، نه اینکه با گفته هایشان. یعنی انسان چگونه انسان است، هرگز با گفته هایش نه، در عمل هایش. در وقت مشکلی، در وقت به خانه اش رفتن، در وقت همسفر بودن، یا عموما در پیچ و تاب زندگی میتوان به یک نفر اعتماد کرد که انا این انسان همیشه مرد است، انا این انسان همیشه سر قول خودش هست. اما نفرانی که خیلی در گفتن چرب زبان و شیرین زبانی، به گفت خودمان زبان مار دارند، در وقت عمل از آنها هیچ چیز بر نمی آید. نباید ببخشید، نباید به آنها اعتماد کرد. انا این گونه انسان ها در اطراف ما خیلی زیاد هستند. اونهایی که ما از آنها فقط شنیدیم و در عمل چیزی ندیدیم و زینهار که به امید اینها نباید شد. در آینده یا خودی حاضر یا برای فرزندان، هر لحظه، هر وقتی که ما همیشه به یک نفر نیاز داریم. پروردگار انسانیت را چنین آفریده است که همیشه به یکدیگر ما نیاز داریم، به یکدیگر محتاج میشویم. لیکن این گونه انسان ها را باید از لیست خود یا اینکه از قطار نفرانی که ما در روز مبادا به اینها مراجعت میکنیم باید خط زد. گاهی می شود که برادر زاده خودت هست، اما همیشه فکر میکنی که در زندگی هم برای من همین چی کرد، چیزی پیدا نمیکنی. خواهر خودت هست،
خون خودت هست. گمان میکنی که همین خواهر من پس از اینکه ازدواج کرد یعنی دستش هم بسته است میتواند به من چی کرد؟ هیچ چیز نمیبینی. یا اینکه بعضی نفرانی هستن که نزدیکی تو هست، وقتهای مصیبتت رو به خاطر می آوری، برایت هیچ کاری نکرده است. در این وقت نباید فکر کرد که در دیگر مصیبت این به من کمک میکند. یا اینکه علل خصوص در وقتی چه خیلی که گفتم به مشکلی های مادی روبرو شدن که آنها از ما پیشتر روبرو میشوند، یا به بعض مشکلی هایی که ما به کمک یک نفر یا به دستگیری یک نفر نیاز داریم. فقط میخوایم یک نفر دستگیری ما باشد، یا فقط میخوایم یک نفر بگوید که این انسان همان گونه که شما بد میگویید بد نیست، و در همین وقت اون نفر رو پیدا نمیکنی. یعنی هیچ نفری از همون نفری که همراهت همیشه بود پیدا نمیکنی. انا به اینها نباید اعتماد کرد. و حتی پس از این مصیبت مشکلی وقتی آمد و گفت که همراهی تو هم، در اینجا هم میتوان بگفت که راهی تو با خودت هست، ما با هم دوست هستیم، اما نمیخوام در این مسئله به من کمک کنی چون انلکی وقتش بود و تو نکردی. اگر به زندگی پیامبر نگاه کنیم صلی الله علیه و سلم، پیامبر از دست منافقین مدینه چه روزهای ندیدن. آنها بودن که پیامبر را خواستن بکشن، آنها بودن که همسر پیامبر را تهمت کردند، آنها بودن که در جنگ احد تقریبا 300 نفر را گرفتند و به عقب برگشتند، آنها بودن که در غزوه احزاب یا در جنگ احزاب از بیرون با مشرکین، از داخل با یهود و با دیگر دشمنان پیامبر همکاری کردند. برای همین وقت پیامبر پس از صلح حدیبیه تقریبا سال 7 هجری بود خطا نکنم، میخواهند به خیبر سفر برشوند، میگویند همراه من منافقین نآید، یا میگویند فقط همراه من نفرانی بیاید که در صلح حدیبیه با من بود، یعنی دیگران به من نآیند. پیامبر الکی از آنها چندین بار خیانت دیدن. پیامبر الکی میدانند که بودن آنها به پیامبر به جز ضرر هیچ فایده ندارد. پیامبر میدانند که هر کجای منافقین با پیامبر هستند و جز مشاکل چیزی دیگری بالای پیامبر و صحابگان نمی آورد. برای همین پیامبر میگویند همراه من نآیند، یعنی پیشتر که اینقدر غدر کردید، اینقدر خیانت کردید، الان نمیخواهم همراه ما باشد. پس در این مسئله ها وقتی دیدیم که یک نفر اینقدر گفت و ولی چیزی نکرد، علل خصوص در روزهایی که ما به اون نیاز داشتیم، در روزهایی که خیلی میخواستیم در برمان باشد اما نبود، و این و یا آن بهانه که آنها همیشه بهانه های خود را دارن، یعنی آنهایی که اهل اعتماد نیستن، اهل باوری نیستن، همیشه بهانه های خیلی خوبی خود را دارن و بعدن همین قدر خوشرو به شما بهانه شون را میگوین که گریهتون میآید، گمان میکنید که این بیچاره خیلی بیچاره است که در حقیقت خواست و نتوانست، اما دروغ است. برای اونکه از این پیشترم، از این بعدشم، از اینها ما چیزی ندیدیم و نخواهیم دید و نباید اعتماد کرد. و نفر دیگر، ببخشید، طایفه دیگری که نباید به آنها اعتماد کرد، این جمعی کثیری کارناشایم یا گروهی زیادی که در اطراف ما هستند اما میدانیم که از دستشان هیچ چیز نآمد و نآمده است. و سبحان الله همین روزهایی که یک برادری شجاعی میبراید، چقدر دلش به مهاجرین میسوزد، چقدر دلش به مظلومین میسوزد و از حق میگوید، از این میگوید و از آن میگوید. وقتی این بیچاره برادر پایش لغزید یا اینکه دستگیرش کردن، دیگر آن 100 نفر و 200 نفر و 100,000 نفر و 1,000,000 نفری که میگفتن های برا ما باتیم، همشون ناپدید میشوند و حتی یک نفر هم پیدا نمیشود که بگوید که همین برادر الان به چی نیاز دارد، از کدام راه میتوانیم کمکش کنیم. یا حتی نفران را هم پیدا نمیکنید که از اهل و عائله این برادر بپرسد یا از این خواهر بپرسد. پس اینجا آنهایی که در اطراف خیلی زیاد مخلص دارن یا آنهایی که در اطرافشون خیلی دوستان زیاد دارن و حتی پدر و مادری که خیلی فرزند زیاد دارن، 12 نفر و 19 نفر، یا خواهر و برادر زیاد دارن. عزیزان، توفیق در جمعی کثیر نیست. یعنی انسانهای بزرگ زیادی که در اطراف ما هستن اما کارناشایم هستن، کی به درد ما میخورن، چی کار میکنن به زندگی ما؟ فقط بودنشان، هیاهویشان و گفت خودمان لایک موندنشان
یا اینکه ما با تو هم گفته نوشتنشان به کجای ما کمک میکند، در حالی که اگر ما به چیز نیاز پیدا کردیم همگی گم میشوند. شاید 10 نفر پیدا شود، شاید 3 نفر پیدا شود. برای همین حتی در قرآن کریم هم الله وقتی در جنگ حنین اینقدر زیاد مسلمان ها آن هم بعد از فتح مکه می روند، ولی وقتی با خود کبر و غرور کمی میکنن، آن هم نفرانی که نه مسلمان شده بودند که ما الان زیادیم، هیچ کس بالای ما غلبه کرده نمیتواند. الله میگوید از اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا. وقتی شما با بسیاریتان مغرور شدید، از خود رفتید که ما خیلی زیاد هستیم در جنگ حنین، ولیکن به شما هیچ کمکی نکرد. نزدیک بود که همتان فرار کنید، مغلوب شوید و شرمنده‌وار برگردید، تا اینکه باز همان پیامبر و همان نفرانی کمی که از اول ثابت بودند در جایشان بایستادند. برای همین عزیزان هرگز و دوستان زیادی که اطراف ما هستند و شنوندگان زیادی که خیلی داریم، یا اینکه و نفرانی که در موقع اجتماعی یعنی در زندگی اجتماعیمان اطرافمان هستند، به زیادی آنها نباید اعتماد کرد. برای آنکه حالتهای زیاد در تاریخ است و در تاریخ تاجیکستان هم هست. همگان میدانید که عده‌ای زیادی بودند، اما کار ناشایم که هرگز به همان نفری که همیشه همشان مخلصشان بودند کمک کرده نتوانستند. و من بارها قصه حسین شهید پسر پیامبر را مثال می آورم که وقتی با 12,000 نامه از عراق به دست حضرت حسین می آید که بیا ما با تو هستیم، بیا ما همراه تو هستیم، ما می توانیم تو رو خلیفه خود کنیم. وقتی همراه فرزندان خود از مدینه به عراق می روند، فقط خودشان یک حدودی کم تا 36 نفر می مانند. آن همه 12,000 مکتوبی که فرستاده شده بود که بیا ای حسین ما با تویم، همه در خانه هایش خواب و پنهان و ترسان و حریصان بود و کسی همراه حسین نمی شود که حسین و تمام فرزندانشان را پاره پاره می کنند. و اینجا پس نباید هرگز اعتماد کرد به نفران زیاد، بلکه شاید از درون 1000 نفر یک نفری هست که همیشه در پهلوی شما است، و یا اینکه از بین مثلا 100,000 نفر 10 نفری هست که در حقیقت خالصانه صمیمانه میگوید من در بر شما هستم. انا باید قدر اینها را دانست، انا باید به اینها اعتماد کرد، چون به کسی اعتماد نکرده هم نمیشه و در زندگی انسان تک و تنها هم نمیتواند. ولی به خیلی نفران زیاده که هیاهوی میکنند با نامهای مستعار، با شخصیت‌های پنهانی که ما هستیم در برات هستیم، در وقت مصیبت کجا هستیم نیستم، خودم هم نیستم، نامم هم نیست، دیگر من عموما همون شخصیتم هم وجود ندارد. پس انا اینجا می شود چی گفت؟ بگفت که ما می توانیم به یک چند نفرانی صالح، به یک چند نفرانی که در عهد خود هستند و ما به آنها باوری حاصل کردیم و آنها هرگز ما را در این باوری کرده امان پیش پا نزدن، از پشت سر ما یا از قفای ما کارت نزدن، با اینها می توانیم ما پیش رویم. اما نفران زیاده که ما نمیدانیم که هستند و چه هستند، فقط از نامهایشان یا از لایک هایشان می شناسیم، نباید اینقدر اعتماد کرد. و البته نفرانی دیگر یا طایفه دیگری که در زندگی نباید اعتماد کرد، برایشان اینها نفرانی هستند که حتی با عزیزترین نفران خود مشکلی دارند. و البته من قصه عمر ابن عبدالعزیز یا نصیحت عمر ابن عبدالعزیز خلیفه پنجم را گفته بودم که باره به پسر خود میگویند که پسر عزیزم، هرگز به نفرانی که عاقب پدر و مادر هستند، آنهایی که پدر و مادر خود را خفه میکنند، آنهایی که پدر و مادرشان را میرنجانند، با آنها دوستی نکن. او به تو دوست نمیشود، او یک خائن است. آنی که قدر پدر و مادرش را ندانست، او یا به قدر تو میرسد. آنی که با آن همه زحمت های پدر و مادر خود خیانت کرد، چشم پوشید، ندانست آیا تو را میداند، با این گونه انسان ها دوستی نکن، با این گونه انسان ها اعتماد هم نکن، باوری هم نکن. بعضی نفرانی هستند که میگویند خیلی دوستی نزدیک دارم، یا بعضی حتی میگویند همسر من همیشه با من است و از همسر خود خیلی تعریف میکنند. وقتی میبینید در زندگی این همسر با پدر خود سلام نمیدهد،
و اون مشکلی که با او داشته است. خیر پدر مشکلی داشت، عیب داشت، چیز دیگر داشت، اما هر چی باشد هم او پدر است. یا بعض مردهایی هستند که با مادر خود قهری هستند و زنها هم میگویند با مادر خودش قهری است، اما چی مهربانی هست در خانه با ما و با فرزندها. یا بعضیا میگن دوستی نزدیک من خیلی انسانی خوب است اما با مادرش قهری است، یعنی او انسانی خوب نیست، او یک کورنمکی هست، او یک خائنی هست که اون مادری که 9 ماه او را حامله دار بود، اونی که 2 سال شیرش داد، بزرگش کرد و آدمش کرد و گفته خودمان، امروز با او قهری است، قدر آن همه نعمت ها را ندانست. آیا می شود که قدر تو را بداند؟ آیا می شود که به او اعتماد کرد؟ هرگز نمی شود اعتماد کرد. پس اینجا در وقتی مسئله اعتماد، بسیار خواهرای یا برادران میگویند من خیلی در این مسئله اشتباه کردم و جدی هم اشتباه کردم. اساس اشتباهی ما از این است که ما به زندگی اون نفر از نزدیک شناخته میشویم یا خیلی زود در این مسئله قضاوت میکنیم که آره انسانی هست که او ارزش باوری ما رو دارد، در حالی که اگر کافت و کاف کردید به زندگی، نفرانی که با پدر و مادر خود قهری هستند، نفرانی که با فرزند خود قهری هستند، نفرانی که به خاطر یک خانچه، یک باغچه که دیگر ظاهری حیات دنیا هست، با برادر و خواهر جان خود قهری هستند کم نیستند. پس اینها خواهر خود را ندانست، برادر زاده خود را نمیداند، پدر و مادرش را نمیداند. آیا می شود به او اعتماد کرد؟ آیا می شود بگفت که انا این نفر در همیشه در پهلوی من است، انا این نفر است که در غم و در شادی هم می توانم به او باوری کنم، انا این نفر است که من می توانم به فرزندانم او را همچون نفری امین بمانم و سفر کنم. از کجا این امین است؟ وقتی خیلی که گفتیم او بزرگترین نعمتی که بالای سرش هست، بزرگترین نفرانی که در دنیا بالای سرش هستند و برایش اینقدر کردند، آنها را نادیده میگیرد و یا حتی به آنها ظلم و ضرر میرساند. اینها انسان‌هایی هستند که با اینها نه دوستی کرده می شود، نه به اینها اعتماد کرده می شود. اما یک نفری را میبینید که در حقیقت ظلم میبیند، از پدرش گفتیم، از مادر که خود نخود این مسئله ها هست، یا از خواهر و برادر، ولیکن صبر میکند و قدر آنها را میداند و میگوید هرچی باشد خون من است، هرچی باشد اهل من است، نمیگذارم کسی آنها را غیبت کند، نمیگذارم کسی در حق آنها چیزی بگوید، برای اینکه هرچی باشد اهل و عیال من است، هرچی باشد صله رحم من است. انا اینها مرد هستند، اینها در عهد و پیمان خویش و تباری خود استوار هستند. می شود که به اینها اعتماد کرد، ولیکن خیلی که گفتم غیر این نمی شود. و مسئله دیگر عزیزان، مسئله که ما خیلی پیشپا میخوریم در این مسئله، یعنی خیلی زیادی ها، این که ما به نفران دنیا دوست، به نفران ظاهر پرست خیلی اعتماد میکنیم. یعنی یک نفر به زندگی ما آمد، پس از آن که ما صاحب ماشین شدیم، صاحب خانه شدیم، صاحب پول شدیم، یک نفر در بر ما هست هر وقتی که ما آبرو داریم، یا اینکه هر وقتی که دیگران ما را احترام میکنند. اما پیش از اینکه ما صاحب خانه و چیز و چار باشیم، او در زندگی ما نبود. پیش از اینکه ما صاحب آبرو باشیم، او ما را میشناخت، دوست ما بود، خویش ما بود، اما حتی به ما سلام دادن را عار میدانست. یعنی ما در حیات او به خاطر آن وجود داریم که ما از مادیاتمان قوی است، یا اینکه ما از نعمتهای دنیا را داریم. انا این گونه انسان ها هرگز قابل اعتماد نیستند. دوستت می‌دارند به خاطر خانه، دوستت می‌دارند برای ماشینت، دوستت می‌دارند از اینکه پول و مال داری یا آبرو داری. اگر آبرو رفت، آبروی تو رفت، دیگر محبت اینها هم می رود. اگر پول و ماشینت رفت، آن هم می رود. و از همه خیلی چیزی دردناکش در این مسئله این است که اونهایی که انسان را از روی مالش و از روی مادیاتش و آن انسان قدرگذاری میکنن یا احترامش میکنن، وقتی مال ملکش رفت، آن انسان را هم دیگر زیر پا میکنن. مالت رفت تو انسانیت هم گویا که رفت. و هر مناسبتی که با شما دارند، آن وابستگی دارد به همان پول و مال چیزی که دارید. و هرگز شخصیت شما، انگیزه های شما چه احساس میکنید، اصلا در دل و در داخل چه هستید و کی هستید، برای آنها یگان فرق نمیکند. مهم ماشین شما مارکش کدام است، خانه شما
شما چقدر میسته، تلفن دستیتان آیفون چند است، یا اینکه کیها شما را احترام میکنند. بعضا می شود که یک انسانی چیزی چاره ندارد، هیچ چیز از خود ندارد، اما از اینکه یک چند ثروتمندان شما را دوست می‌دارند و احترامتان می‌کنند، دو سه نفر دیگرش میآید با شما دوستی می‌کند به خاطر اینکه دیگر ثروتمندان شما را دوست داشتن یا با شما احترام می‌کنند. انا این مسئله هست که ما گاهی به آنها اعتماد می‌کنیم و میگوییم فلانی انشاءالله که اگر به مبلغ من لازم داشتم کمکم میکند، یا اگر به مشکلی دچار شدم او به من کمک میکند. یعنی ما علکی باوری میکنیم وقتی چرب زبانی او را میبینیم، وقتی فدایت شوم و قربانت شوم و مخلص شما را از او میشنویم، گمان میکنیم که این در نزد ما هست یا هر کجا هستید. اما یکی میبینیم که به گفت خودمون عربه ما به طرف چپ رفت و ما در اینجا افتیدیم، اون نفر هم دیگر گم می شود و نابود می شود. پس نفرانی که به زندگی ما آمدن، کی آمدند، چرا آمدند و به آنها آیا می شود باور کرد یا نه، باید در این مسئله خیلی جدی فکر کرد. نه اینکه هر کسی که قدم نهاد به خانه ما و گفت من دوست تو هم نزدیکی تو هم، دیگر او را از نفران صاحب اعتماد قبول کرد و کلی سر و اسرار خود را، کلی بود و نبود خود را، کلی ضعف و قوت خود را به او گفت که او گویا حمیم ما از نزدیکترین نفر ما می باشد. برای همین این گونه انسان ها را میگوییم فقط یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، از دنیا فقط ظاهر را میدونن، چیزی که دیدن، اونه که در قلب شما نهان است، اونه که در شخصیت شما نهان است، برای اینها هیچ فایده ندارد. در ظاهرتون دیدن که یک نفری است که آبرو دارد، یا در ظاهرتون دیدن که یک نفری هستید که مال دنیا دارد، شما دیگر جان اینها میشوید و وقت این چیزها رفت دیگر شما هم کلا از حیات ایشان بیرون میشوید و حتی به تلفن شما جواب نمیدن و به اینها نباید اعتماد کرد. آنه که چگونه که گفتیم به خاطر پول و مالت به زندگیت داخل شد یا به خاطر آبرویت. و چیز دیگر چه خیلی که گفتیم، ما خیلی دوست می‌داریم هر نفر رو به خاطر اینکه خودمون همین گونه می‌خواهیمش در ذهن خود بسازیم. یعنی دوستان زیاد داریم یا دوگانه‌های زیاد داریم، نفران زیاد در اطراف داریم و چندین بار در حیات تجربه هم کردیم و دیگران هم تجربه کردن که این انسان مشکلی جدی دارد در بسیار مسئله ها یا مثلا قابل اعتماد نیست، ولی باز هم میگویم نه، یک بار دیگر اعتماد کنم شاید شود، یک بار دیگر بسنجم. و از همه بدترش نفرانی که از آنها ما خیانت دیدیم و کسی باور کردیم و سر خود را گفتیم او به دیگران فاش کرد، و کسی در مسئله پول مالی یک مناسبت یا گفتیم یک داد و گرفته داشتیم او به ما خیانت کرد، یا به کسی اعتماد کردیم که در مکانت دست ما رو میگیرد نگرفت، باز میگویم شاید این بار این کار رو نکنه. یعنی باز هم خیلی باور میکنیم و خود رو فریب میدیم که این انسان دیگر شده است، در حالی که پیامبر میگویند آگاه باشید، بدانید مؤمن را از یک چقوری دو بار مار نمیگذد. یک بار یک نفر خطا کرد، یک بار در حیاتت دیدی که چگونه به تو ضررش رسید، یا اینکه اگر ضرر نرسانیده باشد هم چگونه تو را دست تنها گذاشت، چگونه به اون نیاز داشتی اما به حالت گذاشت، نباید بار دیگر به او اعتماد کنی. اما عزیزان این معنیش این نیست که به هر کسی که ما اعتماد نمی کنیم یا به هر کسی که از او ما ضرر دیدیم دیگر او را کلا از زندگی خود خارج کنیم. این گونه نمی شود، برای اون که نفرانی قابل اعتماد در دنیا خیلی کم هستند، اما نفرانی که ما باید دوستشان بداریم خیلی زیاد هستند. برای همین بعضی از روانشناس میگویند همه اطرافیانت را دوست بدار اما به کمشان اعتماد کن. می توانی همه را دوست بداری، این برای خودت و دیگران فایده دارد، اما در مسئله اعتماد کردن، در مسئله باور کردن به همه باور نکن، برای اون که اولین زیانش را خودت میبینی. و چه خیلی که گفتم ضربه روانی که ما به کسی اعتماد کردیم اما ما را پیش پا زد تا آخر عمر نمیتوانیم فراموش کنیم. و یا اینکه
علل خصوص به یک دوستی نزدیکی که همیشه امید میبستیم که همین هست در پهلوی من و خواهد نخواهد هر کسم این همیشه دستی مرا میگیرد، یکی دیدیم که تنها گذاشت، دیگر ما به یگان دوست اعتماد نمیکنیم. برای همین معنای این که نفرانی با اعتماد در اطراف کم هستند و در این زمان فتنه باز هم کمتر هستند و گاهی می شود که به فرزندت اعتماد کرده نمیتوانی، به اهل خانواده به نزدیکترین دوستت نمیتوانی. این معنیش این نیست که با همه قطعی رابطه کنی، نه، ما در رابطه خود، در معامله خود، حتی دوستی که به ما خیانت کرد ما با او دوستی رو دوام میکنیم، اما دیگر به او نباید اعتماد کرد. وگرنه اگر ما مردم رو به خاطر خطاگی هایشان، به خاطر خیانت هایشان ترک کردیم، دیگر تک و تنها باید خودمان را در یک زیر و زمین زنده به گور کنیم، برای آنکه کسی در این دنیا بدون نقصان وجود ندارد. اما آنهایی که ما به آنها اعتماد کرده می توانیم و شکر پروردگار که هر یک نفر دارد، گاهی برادر خودت، گاهی پدرت که همیشه در همه حالت در نزد تو بود، گاهی همسرت که هرگز به تو در این مسئله ها خیانت نکرد و تنهایت نگذاشت، گاهی استاد، گاهی همسایه، نفرانی که دارید و تجربهش هم کرده در زندگی که در حقیقت شما را تنها نگذاشتن، قدر اینها را باید بدانید، برای اینکه این گونه انسان ها خیلی کم هستند. نفرانی که در حقیقت فقط در خرسندی نه، در بدبختیت هم، در خرسندیت هم در نزد تو هستند، در کمبغلیت هم، در ثروتمندیت هم آنها دیگر نمی شوند، همان گونه که بودن صمیمی همان گونه صمیمی هستند. انا اینها رو نباید از دست داد، به قیمتی جانمان باشد هم. اما مسئله دیگر عزیزان، مسئله که به خود چقدر ما باید اعتماد کنیم و این رو اعتماد به نفس میگویند. و آیا اعتماد به نفس این مسئله کبر از چیزی دیگر است؟ این یک موضوع بزرگ دیگر است که برابر اعتماد به دیگران صحبت کردن، اعتماد به الله و اعتماد به نفس، که یک انسان اگر به خود اعتماد داشته باشد تا چه اندازه میتواند پیشروی کند، این هم یک موضوع خاص دیگری هست که همراه شما صحبت خواهم کرد، اما در برنامه های دیگر. این بود موضوع امروزه ما، با امید آنه که و دعا میکنیم که هرگز شما را کسی در مسئله هایی که باید در پهلویتان باشد تنها نگذارد و به شما پروردگار نفرانی را نصیب کند که همیشه در کنار شما باشند، خیانت نکنند و نفران اعتمادناک شما همیشه در نزدیکی شما، در اطراف شما و زیاد باشند. شما را به الله میسپارم تا برنامه های دیگر صحت و سلامت در پناه پروردگار یگانه باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.